خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل یکم. سمرقند. من در شهر سمرقند متولد شدم. این شهر گهواره من است، مربی من است. هرچی در من هست از همین شهر سرچشمه گرفته است. فضای این شهر نفسی مرا دائما تازه می دارد. آسمان آن دلی مرا، دیده مرا روشنی می بخشد. این شهر افتخاری من است و وقتی من بوده است که در این شهر چشم به جهان گشاده‌ام. پیش از آن که درباره سمرقند ایام کودکی و نورسیم حکایت کنم، می خواهم از نسب و اجداد خود اطلاعی دهم که کی به این شهر رسیدند و در این شهر چه جایگاهی داشتند. اجداد و اولاد ما به خواجگان میرکانی معروفند. در سمرقند خاندان‌های بسیاری بودند که خود را به خواجگان متعلق می دانستند و امروز هم بازماندگان آنها نسبنامه خود را گم نکردند. چنانچه خواجگان مخدوم خوارزمی، خواجگان خواجه احراری، خواجگان جامه فروش، اکثر آنها تاجرانی نامدار بودند، خواجگان خواجه عبدو و غیره. مادرم می گفت که خاندان پدرت میرکانی ها خواجگان خیلی اصیل و متبرک هستند. اکثر ایشان مدرس یا در منصب قاضی و مفتی بودند، لیکن در دوران شوروی خود را به خواجگان، خصوصا خواجگان به اصطلاح متبرک نسبت دادن یا به این فخر کردن ممنوع بود و حتی خطری مردودی جامعه بلشویکی گردیدن می شد. از اینجاست که پدران و خویشاوندان ما که به کار مکتب و معارف و ادارات شوروی مأمور بودند از میرکانی بودن خود لب نمی کشادند و حتی در وضعیت‌های حساس لقب خان و خواجه را که به نام ایشان الحاق می شد به زبان نمی گرفتند. ما فرزندان دوران کمونیستی نیز میرکانی بودن خود را فراموش کردیم، هرچند در عائله و مناسبت‌های خویشاوندی عرف و عادت معاملات خواجه‌گرایی را رعایت می نمودیم. بعد از آن که به سن کمالات رسیدیم و تعقیب و تضییق در حق به اصطلاح طبقه اشراف کمتر شد، پدر بعضاً می گفت که سرآمد خاندان ما میر طاهر صدر بود و این شخصی با نفوذ و نامدار 300 سال پیش از مشهد به سمرقند سفر کرده همینجا اقامت اختیار کرده است. یلنگتوش بهادر حاکم شهر در وقت ساختن مدرسه شیردار یکی از حجره‌های مدرسه را به میر طاهر صدر وقف کرده و در طاق حجره نوشته بوده است: هست این حجره عالی قدر وقف اولاد میر طاهر صدر. نسب این شخص به امام موسی کاظم پدر امام رضا می رسیده و از اینجا لقب موسوی الرضوی داشته است. اولاد و بازماندگان این شخص که در منصب قضا و افتاء بودند در مهرهای خود بعد از نام لقب موسوی الرضوی را الحاق می کردند. در مهر جد من که مفتی بود میر هادی خواجه مفتی ابن قاضی شیرین خواجه موسوی الرضوی نوشته شده است. تاریخ و تفصیلی به سمرقند آمدن میر طاهر صدر بعد از درگذشت پدرم به من معلوم شد. در اول سالهای 90 یکی از خویش بچگان ما کامل خان کطایف نسخه قلمی تاریخ مقیم خانی را متعلق به جد خود پیش من آورد و گفت که در حاشیه باب احوال ندیر محمد خان اشترخانی از میر طاهر صدر اخباری ثبت گردیده است.
خلاصه نوشته های مؤلف تاریخ و شرح حاشیه این است که مادر ندیر محمد خان شهریبانو از سادات رضوی مشهد بوده و نکاح دین محمد خان اشترخانی در آمده بوده است. به همین نسق ندیر محمد خان به اولاد سادات رضوی که شجره آنها به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رسد منصوب شده و از همین خان سرکرده حکمرانهای اشترخانی به نام خود عنوان فخری سید را علاوه می کردند. ندیر محمد خان بعد از جلوس به تخت بخارا از مشهد تقایی خود یعنی برادر شهریبانو میر طاهر را به بخارا دعوت می کند و او را مورد احترام و اعزاز مخصوص قرار داده عنوان فخری علما صدر را به او ارزانی می دارد. علما و امرای دربار که به این هم به ایرانی نژاد بودن ندیر محمد نظری منفی داشتند از جایگاه احترام میر طاهر صدر ناراضگی و شکوه آغاز می کنند تا آنجا که ندیر محمد مجبور می شود تقایی خود را به سمرقند به حمایت یلنگتوش بهادر فرستد. این واقعه تخمینا در سالهای 1640-42 به وقوع می آید و از همین سال میر طاهر صدر در سمرقند جای و منزل ساخته با ایال و فرزندانش به اصطلاح سمرقندی می شوند. به همین طریق سررشته گره به دست آمد. بعد از این در جستجوی بازماندگان میر طاهر صدر افتادم. در آخر سالهای 90 فرصت دست داد و تذکره ملیحای سمرقندی را با دقت و حوصله تمام خوانده برآمدم. در تذکره ملیحا از خواجه میرکشاه دوست و شریک درس پدرش ذکر خیر کرده در چند جای تذکره وصف خصلت‌های شخصی و درجه علم و دانش او را آورده است. از نوشته‌های ملیحا چنین برمی آید که میرکشاه از مدرسان نامدار سمرقند بوده و بعدتر با فرمان خان اشترخانی عبدالعزیز خان به منصب قاضی کلان سمرقند مأمور شده است. ملیحا از 3 فرزند خواجه میرکشاه از جمله پسر ارشد وی سلطان ابراهیم ذکر کرده او را با تخلص خلیل در زمره شاعران آن دور در تذکره داخل نموده است. در همین باب از میرکشاه ذکر کرده او را رضوی القاب و موسوی انتساب وصف می نماید و شجره خاندان او را چنین ثبت می کند: و نسبت سلسله انتساب جناب مذکور به رسول خدا چنین بوده که خواجه میرکشاه ابن میر ابو طاهر ابن ابوالحسن ابن میر ابوالغفار ابن سلطان ابراهیم ابن سلطان محمد ابن سلطان ابراهیم ابن سلطان حسین ابن طاهر ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد الاعرابی ابن قاسم ابن حمزه ابن امام موسی ابن امام جعفری صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن حضرت امام حسین شهید مظلوم ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ام فاطمه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم. نگارنده بعد از جستجوی و تفحص‌های دقیق انتساب خود را به شجره خواجه میرکشاه به این طریق معین نمودم: رسول خان ابن حیدر خان ابن مفتی هادی خواجه ابن قاضی شیرین خواجه ابن قاضی ابوالحی خواجه ابن ابی الخیر اعلم ابن امیر ابراهیم
ابن خواجه میرکشاه ابن میر ابو طاهر صدر. دوستی من از مشهد، دانشمندی دقیق مهدی سیدی، شجره‌ای در سنگ بالای مقبره مسجد خشتین مشهد ثبت یافته را با شجره تذکره ملیحا مقایسه کرده و معلوم شد که این دو شجره بعد از نام میر ابو طاهر با هم مطابقت دارند. خلاصه دیگری که ایشان حاصل نمود این است که خواجگان میرکانی سمرقند و سادات موسوی انتساب داشتند و رضوی لقبی بوده است که ایشان به نسبت موسوی خود الحاق نمودند. خلاصه تقریبی این است که میرکانی به اولاد ما با نام خواجه میرکشاه ارتباط دارد. نام گذری قاضی کلان که امروز هم وجود دارد نیز به میرکشاه متعلق است و از زمانی که در همین گذر اقامت داشته است این گذر به قاضی کلان موسوم شده و حالا هم به همین نام مشهور است. این گذر و چندی از محلات اطراف آن از جمله گذرهای اطراف مسجد جامع تیموری قسم قدیمی شهر سمرقند بوده است. از آنچه گفتم نتیجه این است که پیوندی من به سمرقند نه تنها از آن است که اینجا زاده شدم، بلکه به آن سبب نیز است که اقامت خاندان ما در این شهر تاریخی بیش از 3 قرن را دارد. محبت فطری من به این شهر شاید از همینجا منشأ گرفته است. سمرقند امروز خیلی تغییر یافته است، زیبا و شکوفا گشته است، لیکن در یاد من همان سمرقند ایام بچگیم همیشه زنده و مجسم است. قسم قدیم شهر حالا با طرح تاریخیش نگهداری شده است، هرچند بسیار تغییرات و دگرگونی‌های به دوربینی و رعایه گذشته تاریخی در نمود ظاهری آن وارد شده است. در ایام کودکیم و از آن پیشتر هم حدود سمرقند در نزد دروازه‌های قلعه شهر که از آنها تنها نام باقی مانده بود به آخر می رسید. در جنوب آخر شهر دروازه سوزنگران، در شرق دروازه قلندرخانه، در شمال شرق نزد مسجد خضر، در شمال غرب دروازه پای کباق، در غرب نزد بولور ابراموفسکی بولور دروازه بخارا، در جنوب غرب دروازه خواجه احرار بود. حمام‌های مشهور شهر حمام ارک، حمام پل سفید، حمام قوش هاوس ویران کرده نشده بودند. مدرسه شیبانی خانم، تیم‌های سودای روبروی ریگستان، بازارهای چاروای و نهال و کاه و انگشت، زغال، سرایهای نوساخته به طرز اروپایی و محلی، تاجران و بایهای شهر هنوز از بین برداشته نشده بودند. عموماً در شهر همان طرحی که در زمان تیمور و فرزندان او از ویرانهای زمان چنگیزیان قد برافراشته بود وجود داشت. بعد از آن که روس‌ها در نیمه دوم عصر 19 بر سمرقند استیلا یافتند، در غرب سمرقند شهری نوی به طرز روسی بنا کردند و آن شهر نیز نام سمرقند را گرفت. اما در بین مردم و در بعضی کتاب و سیاحت نامه ها قسم قدیم شهر شهر کهنه و قسم نو شهر نو نام گرفت. این دو شهر سمرقند تا انقلاب اکتبر هر کدام زندگی و طرز و آیین خود را داشت. مردم شهر کهنه زندگانی و عرف عادت سنتی مسلمانی خود را ادامه میداد و جامعه روس به طرز خود به آیین و عرف و عادت خاصه خود زندگی می کرد. اداره مأموری روسیه در شهر نو جا گرفته از همانجا فرمان فرمایی می کردند. از اول عصر 19 سر کرده بعضی روشنفکران و تاجران روسیگرای، اینچنین چندی از تاجران نامدار یهودیان سمرقند
در شهر نو برای منزل و کارخانه‌های خود عمارت‌های اروپایی ساخته همانجا اقامت می‌کردند. بعد از انقلاب اکتبر سالهای 1927-29 سمرقند پایتخت ازبکستان بود. تمام اداره‌های دولتی و حکومتی در شهر نو در بناهای پیشین مأموریت روسیه جاگیر شده بود. مکتب‌ها، آموزش عالی نو هم در قسم روسی شهر تأسیس گردید. به این سبب آمد و رفت مردم به شهر نو تا رفت زیادتر می شد. از میدان طرف جنوبی مدرسه اولوغبیک به شهر نو یک اتوبوس رفت و آمد می کرد. غیر از این در یک طرف همین میدان ازباش‌های یا فایتون‌های کرایه بودند که آدمان حاجتمند را به شهر نو و وگزل راه آهن می رسانیدند. خلاصه کلام که همین طرح و نمای تاریخی و سنتی شهر در دیده و خاطر من نقش بسته است. محیط زندگی و فضای آن سالهای سمرقند آرام و حلاوت بخش، بی تشویش و تکودو و در آغوش صلح و صلاحیت بود. در کوچه های شهر کهنه ماشین و اتوبوس ها انگشت شمار بودند. واسطه حمل و نقل و رفت آی مردم اساساً عرابه های کوتک و مخفف کوتاهک، زیرا این عرابه نسبت به عرابه های خوقندی خردتر و کوتاهتر بود. خوقندی و اسب و خرهای زیبای و تر و تازه و ازباش‌های دو اسبه و یک اسب بودند. در شهر کهنه بجز چند کوچه‌ای کلان و اداره‌های مأموری در گذرها و بازارها چراغ برقی نبود. بعد از فرآمدن تاریکی همه جا خاموش و ساکت می گردید. شهر در آغوش پرده سیاه می پیچید و تنها شقشق پاسبان‌های گذرها ترس و بیم شب‌های هولانگیز را کمتر می کرد. از خردی به گوش ما مردم شهر را به تاجیک و ازبک جدا کردن نمی رسید. ملاقات و دیدار با مردم روس چه در شهر نو چه در شهر کهنه هیچ بیگانگی و دوری در دلها بیدار نمی کرد. حتی به خیال نمی آمد که شهر تاجیک است یا ازبک. می دانستیم که جمهوری ما ازبکستان است. در همه جا عکس و صورتهای سران دولت و حزب کمونیستی فیض الله خاجیف، اکمل اکراموف و آخوند بابایف به نظر می رسید. مجلس های کلان و نطق و سخنرانی های رسمی به زبان ازبکی صورت می گرفت. اما نه من خردسال و نه در دایره عائله و شناسان نمی شنیدم که آیا سمرقند شهری تاجیک است یا ازبک. به نظرم چنین سؤال در آن سالها محال بود که به سری کسی بیاید. آخر در سمرقند زندگی، معاملات، عرف و عادت همگی تاجیکی، در روح تاجیکی و در زبان تاجیکی بود. تمام گذرهای شهر نامی تاجیکی داشت. بعضی آنها با این نام در زمانهای واصفی و ملیحا وجود داشتند. رسم و آیین و عرف و عادتها چنانچه مراسم توی نکاح به زبان تاجیکی صورت می گرفت. نانشکنان، آشخورکان، روبینان، طلبان، بیگاه سه، خدایی، 20، 40، آش سال در مرده‌داری. در گذرها مردم تاجیک بودند و تاجیکی گپ می زدند. بجز بعضی کلانسالها و مویسفیدان گذرهای تاشکندی یا زامینی که گاه بین خود ازبکی صحبت می کردند. مکتب‌های مشهور و نامشهور شهر تاجیکی بودند. معلمان آموزشگاه‌های تاجیکی را ختم کرده یا قسمی از آنها در دانشگاه سمرقند در رشته‌های و تخصص‌های گوناگون به زبان ازبکی تحصیل کرده ولی به زبان فصیح تاجیکی درس می‌گفتند. به دانشگاه ختم کنندگان مکتب‌های تاجیکی شهر و عموماً ازبکستان به هیچ مانعه برابر طالب علمان
نی ازبک و روس داخل می شدند. در سمرقند چند سالها نشریات دولتی تاجیکستان کار می کرد. در سمرقند روزنامه حقیقت ازبکستان به جای آواز تاجیک همچون ناشر افکار حکومتی انتشار می یافت. مجله هجوی بگیز نیز در سمرقند چاپ می شد. شاعر و نویسندگان جوان در مکتب و آموزشگاه ها محفل های ادبی داشتند. با راهنمایی استادان تاجیک درس ادب و شعر می آموختند. از بین چنین جوانان مثل حبیب یوسفی، عبدالسلام دیهاتی، حبیب احراری شخصان نامدار ادبیات تاجیک ظهور کرده بودند. در سمرقند غیر از کتاب‌های درسی تاجیکی ادبیات بدیعی نهایت بسیار بود. در دکان‌های کلان شهر کتاب‌های تاجیکی در رفها آزاده و آراسته می ایستادند و از شهر و دیهات اطراف خریداران زیادی داشتند. با وجود چنین روحی تاجیکی در مردم سمرقند نسبت به ملت‌های دیگر بیگانگی یا آثاری از خصومت حس نمی کردم. یک زندگی و جریان روزهای آسایشته ما را فرا گرفته بود. مادرم می گفت که پدر ایشان قاضی عیسی خان از خواجگان ازبکیه موضع قضا خواجه بوده است. 10-12 کیلومتر در شمال سمرقند. در جوانی به شهر آمده در مدرسه تحصیل نموده و قطار طالب علمان پیش قدم گذشته است. بعد از ختم مدرسه به منصب قاضی منصوب شده است. در شهر ایال و فرزند کرده در ساعتهای فراغت به دخترانش خواندن حافظ و فضولی را می آموخته است. در محیط عائله تاجیکان و همسایگان چنان تاجیک شده است که حتی از ازبک بودن خود یادآور نمی شده است. ایشان 2-3 سال پیش از انقلاب چشم از جهان پوشیده است. یاد دارم در کودکی مادر کلانم دختر و نبیره هایش را به عرابه ها بار کرده به دیهه قضا خواجه می برد. باشندگان ده زبان تاجیکی را کم می دانستند و به یک لهجه دشوار ازبکی گپ می زدند. آمدن ما برای آنها سوری بود. گویا ما از آسمان فرآمدیم و آنها به سر برداشتند. تمام ناز و نعمت بهترین دهشان را پیشکش ما می کردند. همه ما را همچون نشانه از عیسی خان به جان و دل پاسداری می کردند. ما خویش و تبار و آدمان به دل نزدیک همدیگر بودیم، نه ازبک و تاجیک.